سلام، اینجا دلوکس موبایل، هم فروشگاه موبایل هم کارگاه ساخت خلاقیت‌های فنی. من حسینمو از فروش و بررسی گوشی گرفته تا ساخت مدارای عجیب و جذاب. اولین ویدیو یوتیوبه، پس تا آخرش با هم باش که تازه اول راهی. برای خاموش و روشن کردن هر وسیله برقی مثل لامپ، هر وسیله دیگه که بخواین به صورت تاچ خاموش و روشنش کنین، یه سنسور رو ترجیح بدید. بریم که با هم بسازیمش. وسایلی که نیاز داریم: مقاومت 1 کیلو اوم، دیود DC به AC 5 ولت، 12 ولت، 24 ولت فرق نمیکنه. ما از 5 ولت استفاده میکنیم. سنسور تاچ TP223 و دیود 1N4007، ترانزیستور 2N2222 و چند تا اتصال. ما همه اینا رو از دیجیکالا تهیه کردیم، چیزیه که همه جا گیر میاد. برای خاموش و روشن کردن خود سنسور به یک منبع تغذیه 5 ولت نیاز داریم، چیزی که به راحتی و همه جا گیر میاد. یه شارژر نوکیای قدیمی، شاید زیر 100 تومن هم باشه ازش. 5 ولت سنسور تاچمون رو از این میگیریم. از شارژری که ما استفاده کردیم، سیم داخلش یک سیم سفید داره و یک سیم مشکی، مثبت 5 ولت و منفی 5 ولت، یا به طور دیگه GND و مثبت 5 ولت. روی بورد GND VCC باید مثبت 5 ولت آداپتور ما باشه، یعنی سیم سفید. GND سیم مشکی ما، یا همون منفی 5 ولت مون باید باشه. و خروجی که تاچ به ما میده IO یا 0 و 1، 0 به معنی خاموش، 1 به معنی روشن. تمامی سنسورها به همین شکلن. به همین صورت می‌بینیم VCC یعنی پایه اول 5 ولت، GND پایه دوم منفی 5 ولت یا همون GND، و 4 این سنسور 4 تاییه و 4 اوتپوت به ما میده. 4 تا 5 ولت به ما خروجی باید بده. مثبت به VCC، سیم سفید مثبت به VCC، منفی به GND، سیم مشکی. الان ما میزنیمش توی برق و تستش میکنیم ببینیم سنسورمون کار میکنه، سالمه یا نه. الان سنسور ما توی برق و خاموشه، یعنی دست که میذاریم سنسور روشن میشه، برداریم خاموش میشه. ببینیم توی تمام بردای سنسور تاچ یه A و B داره، دو تا پل بهش میگن، دو تا پل A و پل B. اگر پل A رو ما به هم دیگه وصل کنیم، سنسور دقیقاً عمل معکوس انجام میده. یعنی وقتی ما میزنیمش توی برق روشنه و دست بذاریم خاموش میشه. برعکس الان خاموشه، دست میزنیم روشن میشه. اگر A رو وصل کنیم به هم دیگه، سنسور کامل روشنه و وقتی ما دست میذاریم کاملا خاموش میشه. سنسور B با تک ضربه کار میکنه. اگر ما الان پل B رو به هم دیگه وصل کنیم، سنسور خاموش میشه. موقعی که وصلش کنیم سنسور خاموشه و با تک ضربه روشن میشه و روشن میمونه. همونطور که میبینید الان که زدیمش توی برق مستقیم روشن میشه و با تاچ ما خاموش میشه، برداریم دوباره روشن میشه. الان هر دو پل A و B اتصال دارن. بریم که امتحانش کنیم. ببینید روشن میشه، مستقیم وصلش کردیم به برق، روشن میشه. وقتی یه دونه میزنیم خاموش، دوباره بزنیم روشن میشه. حالا اگر پل A رو قطع کنیم، فقط پل B وصل باشه، مستقیم به برق که وصلش میکنیم خاموشه، تاچ کنیم روشن میشه.
الان پل A رو ما قطع کردیم، دوباره تستش میکنیم. میبینین زدیمش تو برق، خاموشه، با هر بار تاچ روشن میشه و روشن میمونه. دوباره میزنی خاموش روشن، خاموش روشن. این چیزیه که ما باش کار داریم. خب مثبت و منفی 5 ولت رو گفتیم باید به این دوتا پایه رله وصل کنیم. یه صدای تیک وقتی که وصل بشه میده. الان این مثبت و منفی رلمونه. مثبت و منفیش هم فرق نمیکنه، یعنی چپ و راست بزنیش هیچ تفاوتی نمیکنه. برعکس هم میتونیم بزنیمش، یعنی هر وقت مثبت 5 ولت و منفی 5 ولت به این دو پایه اضافه بشه، پایه مشترک ما که این پایه وسط باشه به این پایه متصل میشه، نورمالی کلوز متصل میشه. میتونیم 220 ولت ورودیمون رو به این بدیم، خروجی که میره سمت لامپ رو به این بدیم و با مثبت 5 ولتی که به این دوتا اعمال میکنیم این لاین وصل میشه و لامپمون روشن میشه. گفتیم یکی از پایه‌های روی برد تاچ پایه خروجی 0 و 1 که میشه این سیم قرمز که به پایه وسط ما لایم کردیم، میشه این حالت. سه تا پایه داره که از پشت نگاش کنیم، VCC GND میشه مثبت و منفی و پایه وسط که 0 و 1 میشه پایه خروجی. مشکل اساسی ما اینه که پایه خروجی 5 ولت دقیق رو به ما نمیده. یعنی اگر ما بخوایم رله 5 ولت رو وصل کنیم بهش، با هر بار تاچ رله رو برای ما خاموش و روشن نمیکنه. بستگی به اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم داره. مثلا شما اگه بخواید یه لامپ رشته‌ای قدیمی مثل لامپ 100 رو بخواید خاموش و روشن کنین، یا یک لامپ کم مصرف که امروزی همه داریم استفاده میکنیم ازش خاموش و روشن کنین، میتونین جایگزین رله های DC به AC مکانیکی مثل این که بوبین دارن از رله های حالت جامد SSR استفاده کنین. یه رله های بزرگتری هستن که بازه تحریکی دارن از 3 ولت تا 5 ولت، یعنی خروجی این که 4 ولت هم هست اونو تحریک میکنه و کار میکنه. ولی برای مایی که میخوایم لامپ رشته‌ای 24 ولت رو باهاش خاموش و روشن کنیم، اگر از SSR استفاده کنیم، چون SSR یه حالت برق القایی توی خروجیش ایجاد میکنه و حالت بوبین نداره، مکانیکی نیست که پایه ها بین پایه مشترک و بین نورمالی کلوز و نورمالی اوپن جابجا بشن، اون یه حالت القایی 220 ولت رو جابجا میکنه. پس وقتی هم که خاموشش میکنیم 24 ولتمون یه نور ریز کمی داره، یعنی 100% خاموش نمیشه. پس ما مجبوریم برای خاموش و روشن کردن یه لاین نوری 24 ولت که اکثر لاین های نوری 24 ولت هستن از این رله استفاده کنیم. حالا باید چی کارش کنیم؟ اینجا ما میتونیم از یک ترانزیستور کمک بگیریم. ترانزیستورها کارشون چیه؟ کارشون اینه که پایه بیس، یعنی پایه وسطشون، از 1 ولت تا 5 ولت اگر بهشون وصل بشه، پایه های چپ و راست که امیتر و کلکتور باشن به همدیگه ارتباط پیدا میکنن. ما اینجا میایم چون 4 ولت خروجی داریم، با یک مقاومت 1 کیلو اوم خروجی سنسور تاچمون رو به پایه بیس ترانزیستور میدیم. هر زمان که پایه بیس یک ولتاژ 4 ولت خروجی سنسور تاچ رو بگیره، پایه های امیتر و کلکتور ترانزیستور به همدیگه وصل میشن. طبق مدار میام یک منفی 5 ولت از همون ورودی که به سنسور تاچ دادیم میدیم به پایه امیتر ترانزیستورمون، میشه پایه سمت راستش. وقتی ترانزیستور رو روبروی خودمون بگیریم که نوشته هاش پیدا باشه، پایه سمت راست میشه امیتر، پایه سمت چپ میشه کلکتور و پایه وسط میشه بیس. منفی 5 ولتمون رو میدیم به پایه امیتر. اگر خروجی سنسور تاچمون هم به پایه بیس، یعنی پایه وسط بزنیم، هر باری که سنسور تاچ رو
لمس میکنیم و وصل میشه و 4 ولت رو به ترانزیستور میده، پایه امیتر به کلکتور وصل میشه. یعنی منفی 5 ولتی که به امیتر دادیم منتقلش میکنه به کلکتور، یعنی اتصال کوتاه میشه در واقع به اصطلاح سادهش. پس ما میایم پایه کلکتورمون یعنی پایه سمت چپ ترانزیستورمون رو به یکی از پایه های رله که مثبت 5 ولت و منفی 5 ولت باید بهش اعمال میکردیم اتصال میدیم، با لهیمش میکنیم و خروجی سنسور تاچمون رو که مثبت 4 ولت به پایه بیس میدیم، با یک مقاومت به پایه بیس میدیم و مثبت 5 ولت رو از ورودی سنسور تاچ مستقیما به یکی دیگه از پایه های رله وصل میکنیم. بریم همین کار رو انجام بدیم. پایه کلکتور سمت چپ قرار شد به یکی از پایه های رله، یعنی این پایه هایی که مثبت و منفی قرار بود بهش وارد کنیم اتصال بشه، یعنی پایه سمت چپ به این یا این وصل میکنیم. بریم. پایه کلکتور وصل شد، این میشه پایه بیس که قرار از طریق یه مقاومت به خروجی سنسور تاچمون وصل بشه. این پایه هم میشه پایه امیتر که قرار یک منفی بهش وارد بشه. این سیم قرمز رو ما به 0 و 1 سنسور تاچمون وصل کردیم که بعد الان به پایه که از طریق مقاومت رفته به بیس ترانزیستور باید وصل کنیم، یعنی اینجا. حالا باید از پایه مثبت، سیم سفید از پایه مثبت یه سیم بگیریم به این پایه رله، پایه مثبت این پایه و پایه منفی پایه قرار بود به امیتر وصلش کنیم، پایه امیتر ترانزیستور، مثبت هم به رله. خب مثبت رو از سنسور تاچ و منفی هم از سنسور تاچ گرفتیم، به پایه های مثبت رو به پایه رله و منفی رو به پایه ترانزیستور دادیم. من رله رو میارم نزدیک دوربین که صدای وصل شدنش رو شما بشنوید. یعنی اینجا من تاچ میزنم وصل میشه. حالا هر بار با تاچ که ما میزنیم این پایه به این پایه وصل میشه، یعنی میتونیم ورودی 220 ولت برق شهریمون رو به این پایه ما بدیم، اینو بدیم به لامپ. بریم که انجامش بدیم. الان ما یه سیم وصل کردیم به پایه وسط رله، اینو باید دنبال کنیم ببینیم کدوم از این دوتاست، همونو به برق وصل کنیم. اگر اشتباهاً وصل کنیم یعنی منفی رو بدیم به رله کار میکنه، هیچ مشکلی نداره، یعنی برق میاد اینجا، فقط از لحاظ ایمنی یکم خطرناک میشه. برق رو بدی به رله بهتره، یعنی برق مستقیم توی لامپ نمیره، فقط از لحاظ ایمنی بگن کار میکنه، هیچ مشکلی نداره. الان ما با بیزر مولتیمتر چک کردیم که این پایه‌ای که به این سیمی که به این پایه لحیم کردیم میشه این سیمی که علامت زدیم. اینو به برق میزنیم و اینم به نول. بعد میایم امتحانش. روشن، خاموش. وقتی خاموشه ورودیمون برق داره ولی خروجیمون برقی نداره. وقتی من بزنم خروجیمونم برق دار میشه. از یک دیود 1 N 4007 استفاده کنیم. منفی رله رو و مثبت رله رو با دیود و همدیگه وصل کنیم به این حالت. چرا؟
این دیود محافظت میکنه از رله که برگشتی از سمت مثبت به سمت منفی رله نداشته باشه. بوبین گیج نزنه، اصطلاحاً بهش میگن گیج میزنه. بعضی مواقع تاچ برعکس عمل میکنه. ولی اگر این دیودو جایی که خط سفید داره رو به سمت مثبت و جایی که خط نداره رو سمت منفی، یعنی دقیقاً اینجا، به این صورت رله رو میتونین با یک وارنیش حرارتی مثل این حالت ایمن کنین که کسی رو برق نگیره خدای نکرده. و این آداپتور رو کلا میتونین اینجاشو بشکنین با یک کوچکترین ضربه این بالاش در میاد، شکسته میشه. خود برد رو میتونین در بیارین، بردش هم توی وارنیش حرارتی میتونین بذارین به این شکل. ممنون از نگاه زیبایتون، منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین.